17 ایول دلشاد پسر شاعر خلقی تاجیکستان گلنظر در سن 45 قربانی کرونا ویروس شد. با گفته یک منبع پایگاه خبری بامداد، دلشاد برای یک بیماری دیگر بستری شده بود ولی از قضا در بیمارستان با کرونا ویروس گرفتار شده است. بعد گرفتار شدنش دلشاد را به بیمارستان استقلال انتقال دادند. وقتی معاینه کردند تقریبا نصف بیشتر ششش علکه فلج شده بوده است. بنابراین ضرورت گذاشتن دستگاه نفسکشی را بیفایده دانستند. نقل کرد همصحبت بامداد. دلشاد کیلدیف یک انسان عادی و زمینی بود و با تکثیرانی زندگیش را پیش می برد. او را عصر 17 ایول در آرامگاه سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند. و گفته دوستانش خانه خود دلشاد در قریه بالاست ولی جنازه‌اش را از خانه پدرش در بنایی که اساساً ادیبان تاجیک زندگی میکنند برآوردند. از دلشاد یک فرزند باقی ماند. گلنظر شاعر خلقی تاجیکستان و مؤلف سرود ملی تاجیکستان روز 13 آگوست سال 2020 در آستانه جشن 75 سالگیش در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. او را در آرامگاه لوچاب در کنار دیگر بزرگان ادبیات و فرهنگ به خاک سپاریدند. گلنظر را چند روز پیش از مرگش با علامت‌های کرونا ویروس در مجمع تندرستی استقلال بستری کرده بودند. روز 12 آگوست او را به سبب بد شدن وضع سلامتیش زیر دستگاه نفسدهی صنعی EVL قرار دادند ولی متاسفانه طبیبان نتوانستند گلنظر را از مرگ نجات دهند.